سلام و درود فراوان، چطور رفاق؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید از کانال من. دوستان، من سالسا هستم. آقا همینجور که از تابلین تایتل ویدیو متوجه شدید، ما قراره به یه سری به آیتمای بعدی که داخل فری فایر وارد میشه که کلی چیزای خفن و رایگان برامون میاره یه سری بزنیم ببینیم چه چیزای خفنی برامون میاره. و دوستان توصیه میکنم ویدیو حتما تا آخر نگاه کنید، لایک و کامنت سابسکرایب یادتون نره و اینکه حمایت یادتون نره و ویدیوی قبلی هم ببینید و اونا بسیار آموزنده است که ویدیوی قبلی آموزش گرفتن دنس رایگان خفن رو براتون گذاشتم که اونجا کلی آیتم رایگان خفن برامون داره که من ویدیوی کاملش رو گذاشتم داخل چنل و خوشحال میشم که صفحه ما رو حمایت کنید و همینقدر دیگه. بریم سراغ ویدیو. خب دوستان، داخل سایت شدیم و ببینیم چیا برام داره. خب دوستان، این قسمت که سمت چپ میبینیم توکناشه و توکناش هستش که این سمت راست، از سمت چپ رو توکناش بگیریم و این سمت راست ببینیم برامون چه داخل این جواب چی داره و توکناش هم که میتونیم به صورت مثلا 5 تا کیل بزنیم یا 10 بار ریوایو کنیم اینا هستش و واقعا یه سایت به شدت خفنیه که حالا بعضی آیتمایی که میاره بعضیشون حالا یا رایگان باشه یا به صورت جم، واقعا میگم یعنی یکی از خفن ترین آیتمایی که گارانا داخل وارد بازی میکنه و خیلی خفنه. خب دوستان، اینم که همینجور که تو تصویر میبینید این آیتماش به این شکله و مثلا میگه 50 تا کیل بزنید یا 500 تا دمیج بدید یا 10 بار ریوایو کنید که با این کارا میتونید توکناشو دریافت کنید. و بریم یه نمای کلی از این انیمیشن چیز هستش که نمیدونم با کاراکتر جدید وارد بازی شده که این انیمیشن داخل عکس که وقتی میبینید هستش و همینجور که تصویر میبینید این کاراکتر قرار وارد بازی بشه و قوقا بپا کنه. خب اینجام که میبینید یه ربات یه پت میاد برامون و اون پت هم که این شکلی که الان داخل تصویر میبینید این هستش و که وقتی نگاه کنید اسپین بزنیم به این شکل مثلا ببینیم آخر سر داخل اون جبه چی برامون داره و بله این اسکین یخ رایگان خفن رو برامون داره که واقعا یه اسکین یخ به شدت خفنیه و ارزش گرفتنش داره. خب دوستان، این قسمت داخل اون سایت میریم که ببینیم بعد اومدن این آیتم خفن چیا برامون داره. خب دوستان، این چیزاش گردونه هاشو میتونیم به این گردونه هاشه این توکناشه میتونیم بگیریم و این یه دونه اسکین یخ خفن، حالا نمیدونیم این اسکین یخ به صورت رایگان یا چیز میاره، خیلی خفنه و اسکین یخش واقعا ارزش گرفتنش داره و حالا نمیدونم این اسکین یخ به صورت رایگان میاره یا به صورت جمی، حالا اطلاعی دقیق ازش ندارم. خب اینجام که باکس هایی که داخل وارد بازی میشه اینا رو برامون داره که باکس هایی نمیدونم داخلش چی هست یا هم شاید توکنای این ست قبلی باشه. و خب این دوستان، این کاراکتر خفنه که میبینید این وارد بازی میشه و کاراکتر به شدت خفنی و حالا نمیدونم قدرتش چیه و 1 میلیون نصب 1 میلیون لایک گرفته و حالا نمیدونم قدرت دقیقش چیه و این بعد این آیتم وقتی بیاد وارد بازی میشه و یه کاراکتر بسیار خفنیه. خب دوستان، اینجا که سایتشون نشون میده و که قراره تا چند روز آینده بیاد و 13 روز داخل گیم هستش که نگاه میکنیم که این کاراکتر خفن وارد بازیمون میشه. خب دوستان، اینجا همین کاراکتر رو مشاهده میکنیم که یه کاراکتری نمیدونم خوب باشه بد باشه. خب اینجا هم که قدرتاشو زده مثلا 25% چقدر مثلا کاربردش چیه یا چیزه. خب اینم یه آهنگ جدید وارد بازی میشه و آهنگش هم نمیدونم چجوریه، آهنگش هم گوش دادم یه بار، خوبه، آهنگش خوبه و اینم که یه دونه از این قدرتای دویدن هستش که ارزش وارد بازی میشه، میگم ارزش وارد بازی میشه و بعد اومدنی آیتم وارد بازی میشه که یه دویدن خیلی خفنیه. خب این برشم که یه اسکیت مشاهده میکنیم، یه اسکیت خفن مشاهده میکنیم که
شاید به نظرم اینو به صورت رایگان میده که واقعا ارزش گرفتنش هم داره. و اینم که یه لوت باکس خفنه، یه لوت باکسه که وارد بازی میشه و 11 تا فکر کنم لایک داره. خب دوستان بریم سراغ کتاب جدیدی که تازه قراره بعد این آیتم وارد بازی بشه ببینیم. سراغ یه کتابی که جدیداً وارد بازی شده و بعد اون آیتم قراره که اون آیتم بیاد. این آیتم خفن وارد بازی شده که این آیتمی که الان من کلیک کردم این آیتم خفن هستش که این وارد کتاب لابی میشه و واقعا دنس خفن و کلی چیزای خفن برامون داره. خب بریم سراغ کتابش ببینیم چه چیزای خفنی داخل کتاب برامون داره. خب اینجا یه اسکرین موتور خفن رو مشاهده میکنیم که داخل این کتابی که بعد این آیتم میاد این هستش و واقعا خفنه و یه لوت باکس خفن و این یه کلاه پشتی خفن و اینم که نمیدونم یه اسکرین یخ خفن که این عکس این یارو گذاشته روشش خیلی خفنه و یه اسکین شمشیر به شدت خفنه. واقعا این یه اسکین شمشیر خیلی خفنه با بقیه اسکین شمشیر فرق داشت. خب اینم یه دونه گان نمیدونم گانش چی هست، فکر کنم انفوره. آره فکر کنم انفوره. یه اسکین گان خیلی خفن برامون داخل این کتاب داره که واقعا یه انفور به شدت خفنیه و اینم که یه دنسشه که یه دنس به شدت خفنیه دوستان. همونجوری که تو ویدیو میبینید خیلی خفنه، واقعا ارزش گرفتنش داره. توصیه میکنم 100% بگیرید و اینو رو 100% میگیرم. و اینم که یه دونه از چترایی که بتل میریم و میپریم از اونها هستش که واقعا خفنه و یه کتاب فوق العاده جذابه که ارزش گرفتن این کتاب رو داره. خب بریم یه ستش هم ببینیم که ستش هم اول دیدیم و همینقدر. خب دوستان به آخر ویدیو رسیدیم. دوستان مرسی که تا اینجا با ما همراه بودید. لایک و کامنت سابسکرایب یادتون نره و به حمایتتون نیاز دارم و حمایت کنید و ویدیوی قبلی رو از دست ندید. خب مرسی که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی بعد بدرود.